خداوند درباره اولیای واقعیش چه گفته؟ کسی که اذیت دوست من بکنه، ولی من بکنه، اعلام جنگ کرده با من. سبحان الله. وقتی به این درجه نائل میشید، به درجه ولایت خدا و دوستی خدا نائل میشید، خدا اعلام میکنه هر کسی اذیت و آزاری به دوست من برسونه، نگاه بدی بهش بکنه، اعلام جنگ با من کرده، طرفت اللهه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند میگه که کسانی که در دنیا به خاطر محبت من با همدیگه محبت داشتن و دوست شدن و همدیگه رو دوست داشتن، روز قیامت من اونها رو بر منبرهای از نور قرار میدم. در بهشت منبرهای نورانی هست، فقط مخصوص کسانی است که فقط به خاطر خدا همدیگه رو دوست دارن، معروفن اون بالا رو منبرهای نورانی. و خداوند میگه محبت من واجد شد بر 4 نفر، کسانی که با همدیگه به خاطر من دوست میشن، به خاطر همدیگه با همدیگه هم مجلس میشن، متجالسین، به خاطر من با همدیگه می نشینن. و المتزاورین، به خاطر من به زیارت هم میرن، نه به خاطر مسائل دنیوی. پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم اگر برادری رو به خاطر خدا تو روستای دیگه، تو شهر دیگه، فقط به خاطر خدا رفت به زیارتش، ورودی اون شهر و روستا خداوند یک ملائکه رو قرار میده که وقتی وارد بشه ازش سوال میکنه به خاطر چی میخوای برید؟ اینجا برادری دارم، هیچ منفعتی ندارید، فقط به خاطر دوستی خدا. اون فرشته بهش بشارت میده که کسی که تو به خاطرش به زیارت برادرت آمدید اعلام کرده که تو رو دوست داره. کسانی که به خاطر من بذل و بخشش میکنن، انگیزشون نه شهرته، نه ریاکاریه، نه فلانه، بذل و بخششون فقط به خاطر خداست. توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست. روزی حضرت علی رضی الله عنه نشسته بود، یک آهی کشید تو جمع دوستانش، تعجب کردن، علی کسی نبوده که به خاطر دنیا آه بکشه. یکی سوال کرد آه تو چی بود؟ گفت این آه من آخرت یادم آمد و سفر آخرت، این سفر طولانی که 50 تا منزله. اولین منزل آخرت قبر برزخه، بعد از برزخ 50 تا منزل دیگه هست باید برید. خدا میدونه تو هر منزلی چند هزار چالچه میمونید. از طول سفر و کمی زاد و توشه و تنهایی و غربت در این سفر خودش تنهاست. علما میگن قبر 4 تا پیام فرستاده برای زندگان روی زمین. من خانه مار و کرم و عقربم، مورم. من خانه ظلمت و تاریکیم، برای تاریکی من چه چراغی آماده کردید. من خانه غربتم، هر کسی تو من آمد غریب میشه، کسی سوالش نمیگیره. برای غربت من چه انیسی که باش انس بگیرید اونجا از غربت.